سلام سلام. هم کجای میری؟ نه کار کنی میشه که با کمی رو کجا پیداش دیدم شما نمی خدا خدای من نمیدونم امروز اکو بسم الله گفته برو اومدیم کارم مزهش نیست یگون شکایت هم است که رفته یک ابد پولی اقلا کار کنیم من حیران چی کار کنیم دیگه نمیدونم باز رفتم اونجا یک زنک پرشکی فروخته ایستاده گفتم ای خاله همین کار شد می آ پرشکی گیره و دیگه جو فروش کشتال با کشتال که هم تو مو کن من نمیدونم دیگه لیکن خیلی اکو ریسک بندش هر جا به هست تو به هر حال کش میکنیم یگون شکایت هم شود اگر نقض میشد بدونم دیگه ما دیگه در اون تخت نمیکنیم به تخت بدونم ما دیگه به خیلی جا تجاد آدم اومده که آدم ما دیگه خیلی ملایم گپ نمیزنم ای دشتن به تخت بدونم ای به تخت بدونم اکا تو دیوانه تخت بدونم اما دیوانه ما که دیوانه همین دیوانه هات به تخت بدونم اکا گوش کن رو پاری ما بیام برکی گپ نمیزنم اینه پیشم بیا اکا یک طرف چشمم نمیبینم گوش کن به تخت بدونم اکا ای مخالم به تخت بدونم همین دیگه تو کجا در اومده میدونی؟ میدونم آز میبره پس که محکم میکنم اتیا ما هر روز اینجا محکمه تو خیلی داری ما مختش نگیم اکا تو جی میسونه میتونی میدونی؟ نمیتونم اکا دیوانه شدیم اکا اکا تو چرا نباشه بخیر؟ اونا تی کوکتوش سر ما کرد گفت جای شما نیست به تخت بدونم ما تو آرام شده میتونی؟ نه گبزا چی با تخت شکایت دارم آدم شکایت دارم اکا ما دیوانه آدم گوش کن اول باید تخت کنی تو کجا در اومدی تو؟ ما شوبچه شما در اومدیم اکا شوبچه نه شوبت در اومدی شوبت در اومدیم چی با تخت نکرد در اومدی؟ به تخت بخیر اکا ما گفتم ما دیوانه ایم اکا چی در داری تو؟ در بار شکایت کردیم اکا گفته که در همین خانه زندگی میگن یا حولی همچه همون سگ داره انگلیچانسکی 4 بار گز دست باید باری پوچا دیوانه ما سگ گزی؟ سگ همسویا خوش چند نفر گز دکم خیلی دیوانه شده گه چند بار گزی؟ 4 بار اکو چی با یکون بار نامد در 4 بار اومدی تو پیش من با؟ 4 بار شینه ما کم سگ نمیقپم برد اینا از یک ساعت پیش بگذین ما کم سگ بولدوکش ساز گپ زن بچه ما دیوانه ایم اکا ساز گپ زن اینم خیلی میگم اکا ما نمیگرن گودم خوزی با کی گزی یک ساعت پیش دویده اول دختره یک 44 تا گیردی نفر با اوکل کنه 44 تا 44 تا اوکل کنه کی دیوانه میشی تو الان یک اوکل که دگردی نفر میکنه همین سگ گزیدگی 100 تومانه 44 تا 400 تومانه با دیوانه میشه اکا تو گشوری تو گشوری چی او دا ببرو خوبه 4400 تومان من کجا میام سگم میگم یا برگه بگذم همین شورشم دیوانه نشی و خیت بود همین خیلی دیوانه ما که برای چی به تخت در اومده برای کی ما دیوانه گوش کن سگم یک چی چی میگه پیشتر بیو گوش کن مازی این افتاده پیشتر بیو نیچه رو پارو کبزنم که هیچ من نمیبینم گوش کن جب دیده یک بار پیشتر مگزی زنم دیوانه شده خونه برو مزم در برای خونه هم شدم میدونم نگم دیوانه هم یه زندگم خیلی میشه واقعی گوش کن تمام با فهمیدم که سگ گزیده است تمام سراغه گپ زن سراغه پروغه نداره برادر ما کارمندان نظارت منطقوی همین کوشش میکنیم که با تمام شهروندان شرایط خوب مهیا کنیم اون سگای دایدی ما نیست کردیم ما از کجا پیداش نست وای صاحب داره یا نداره صاحب داره همین کوچه همین سگای کو زندگی میکنه همین میرن سریقتی همین سریقتی اینم تو نگاه میکنه آموختشید از طرف ما خونی ما معقول شای همین میرم که فقط حاضر دینا همسه ما زنگ رو هر روز سرسر دیوار هوار چی با چی با بچه کوچه قدیمه و سگ بگردش با آخی هر روز سر ده دیوانه استازیر گپ نیسته باز گوش کنید برادر بخشی بسیار من همون سگ بیخبر باز من سراغه گوید من نویسته میگیرم همون سگه باز ایلاجش میویم باز استید کدام سراغه سراغه کجا با خرابو اون سراغه را هیچ کی نمیدونه همین سگ بگی میفهمم همین یکم اونجا سگ نعمت خرابو کجا نعمت خونه ای خونه 27 خونه شما یا خونه سگ دار نمی سگ نگی خونه ما 27 خونه سگ نمر نداره سگ هر سر نامش میکنم خیلی هوا خطی میکنه بعد من نوشتم خونه 27 خونش خوش
وای کی سگی کی بود است وای کنه سگ کلان ما هم خیلی کوشش کردیم شهر تازه کرده استودیم که اومد سگای دیگه نباشه بسوید نباشن ضرر میبرن زیان میبرن من جاب 4 بار گز دست بیچاره خدای رنگ شما چند کسی کردم خیلی مجاریت کردیم مجاریت نی چی؟ مراجعه همین دیونه کسی مجاریت میگه مراجعت میگم خیلی بشه اینو دیدی فهمیدم گوش آروم شو وای دیگرو من نه وظیفه با اومدم لیکن من روی قانون کار میکنم من حق به حقدار میرسونم من نمیمونم که شما جبر بینید گپ زنید باز من وایسا چیکار میکنم باز من میرم از همه قسم نوباداری اتومات میگیرم پوری تیر میکنم براستی؟ یک مگزین باور کنید من خدمت خلق پیش مردم دا بله من چشم دارم برادر مگزین شما بیتیم قطعی اتوماتش خلق جمع میکنیم ببینید که چخل ما غمی خلق میخوریم غمی شهروندی میخوریم خودتون با دست خودتون سگ پرونی پخیده بپاره پیش مردم دا بله وای سگی کی بود است من نمیدونم صاحب داره نی نامی صاحبش گردنید نام شلا میدونم صاحبش نه کم صاحبش کارپچه کار میکنه صاحبش کارپچه کار میکنه نفهمیدم صاحب شلا میدونم کارپچه کار میکنه میدونم کجا با کارپچه این لعنتی روچکم رنگش تمام شده ها نویس این نمی‌نویسه داخل خیلی آخه همه شما بهوده همونجا با میگردید آخه رنگش بود شد مینه آخه دیدید که سگ همونجا با خو او یه رای دیگه که داره داخل شما ما رد نداره دیگه هم یه رد داره مکا همون رد چره سگ مگذاری تو مگذاری یا کمون در خولت میستی ما هم سوی مالی مکو سایرات درس نمیرم تلفن قید درس بیتا موضوعی زبان چیز اینا بچه ما تلفن قید درس مگذاره بیچاره روچکم از کار مونده گوش کن برادر بیا یک کار کنیم روچکم ننویسته استودست همون راحت دیگر کن آخی نه دیگه در راه نداره مکا سری دیوال که گذاره خونه اما را چهار سری دیوال خیلی آخه سری دیوال نمیشه یای به آخه میشه سری دیوال رو جواب تمام جواب هم بچه ما گوتی کمون آخه چی گفتم چی گفتم آخه آمده که گوتی مردم جمع که کمون میتن در پشنی سگ پخ کرده پرام گفتی کو همون یه سگی بی زبان حیوان کردی اکو سربسر شده همین عیب نمیکنه او همین دیدی که سگ تو همین آید یک تا دو هسته دو خونی نمیگم همون سگ نمیگذد میدونم دویه او همارا میگذد که خیلی همارا میگذد دویه خان همین پیش سگ نرو همون سگ نمیگذد اکو سگ اکو حیوان بی زبان با دستی آدم اکو تو ابله من نو فهمیدم نو کلم کرده اتومات سگ بی زبان میپرونی تو کلاش میپرون وقت از کجاش من اتومات میگیرم بعد شوید کده طرف سگ می طرف دو تو یک تیر میزنم من فکر وایجا عقل داری بی تو کدوم آدم سگ گزیده است وای کده روچکه نمینویسد خدایی گشت بهتر وزا بزن خیلی توی دا بیا که بزن نگیریم ایسا نگم دختر خولا داشته باشه بتمونه کبو ما دیوانو را کی میگیره دیگه کی میگیره تو دیوانه دیگه نه که توی دارم نزدیکی دا با توی داری علکه اکی نشه سگ گزد بعد چیکار میکنی چی؟ سگ گزد اگر خدا نکنه سگ زده بدن ریختم دیم نه میشوه توی کی بودای نصیب باشه روزه نزدیکی بوده کلینک جا بودای کلینک دخترک تا پیش قربولو دیدمون نکن پیش قربولو دا دیدم در درون قربولو پیش 15 کورپوس دی پیش 5 کورپوس دا دخترکی پاسه شروع دیدم یکی مرم دید ما مخورش دیدم من خیلی رفتم پیشش وقتی می دخترک هم شروع بود که گفتم می دخترک این چقدر شیرینیه شیرینی بیا گپای رو بودم سگه چه خیلی کنیم اکا یه سگه تو رو کل لگوزه بعد گفتم که دختره چقدر شیرینیه بای طرف شما دم گفتم اخ دخترک این چقدر چی میخوری که این قدر شیرینی با شیرینی چقدر شیرینی دستم گفتم شیرینی بعد گفت که برای گوشه میجا کسالی قندم دیگه اهمیتم نداد سگه چی خیلی کنه کسا یه سگ اصلا از مانا گوش کن اینجا با آدم بسیار رفتی دوباره کلینک گوزه کلینک چی بود کلینک چی کن بکنم خطو بستش چی بود کلینک گوزه نه گوش اول چی رفتی تو بعد چی